افغانستان کشوری است که فقط از اخبارهای منفی رسانه‌ها در موردش می‌دانیم. جنگ، حملات تروریستی، طالبان و تجارت مواد مخدر. اما در کنار تمام این صفات منفی، سرزمینی است دارای مردمی با داستان‌های مثبت، منابع طبیعی غنی و فرهنگ قدیمی و پربار. افغانستان در آسیای مرکزی در همسایگی با کشورهای ایران، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و چین قرار دارد. کشوری است کوهستانی با تقریباً 30 میلیون جمعیت که منبع اصلی درآمد زراعت و کشاورزی می باشد. پایتخت افغانستان کابل است. از دیگر شهرهای بزرگش که دارای فرهنگ غنی و پربار هستند می توان از قندهار، هرات، مزار شریف نام برد. افغانستان جزو کشورهای مسلمان است و دین اصلی مردمش اسلام می باشد. اماکن مقدس و زیارت‌های مذهبی متعددی در این کشور وجود دارد که زیارت سخی حضرت علی علیه السلام در مزار شریف یکی از مهمترین و زیباترین اماکن مذهبی افغانستان می باشد. میگویند که در مقبره روضه سخی قسمت‌هایی از اعضای بدن حضرت علی علیه السلام پنهان است. مسلمانان شیعه مذهب حضرت علی علیه السلام را به عنوان اولین جانشین پیامبر اکرم صلوات الله علیه می‌دانند. برای بازدید و زیارت این مکان مقدس سالانه میلیون‌ها زائر از سراسر کشورهای اسلامی به مزار شریف مسافرت می‌کنند. افسانه است که می‌گوید همه کبوترها وقتی بر گرد مناره مقدس زیارت سخی پرواز می‌کنند، رنگشان به رنگ سفید تبدیل می‌شود. افغانستان بعد از 30 سال جنگ با مشکلات فراوانی دست در گریبان است. فقر، کمبود آموزش و پرورش، وضعیت نابسامان تغذیه و جایگاه نامناسب زنان و کودکان در جامعه. داستان زنان و دختران افغانی که در این فیلم می‌بینید در واقع نشانگر امیدی است که برای تمام این مشکلات راه حلی وجود دارد. به خاطر که درس بخون. بلندتر گپ بزن که درس صدای بشنوه. درس قبل از اینکه درس نمیخوندی چیکار میکردی؟ خواهد جمعی. چرا طرف مکتب؟ باز چی شد که دیگه سر کار نمیکنیم؟ من گاشنه را کنم. آشنا
آشیانه کجاست؟ چی هست آشیانه؟ آشیانه دپوی شرنا. اونجا چیکار میکنن در آشیانه؟ خواست درس خوندی؟ چی میخوندی اونجا؟ دری ریاضی پشتو خب کدام انگلیسی. چیز رو دوست داری؟ مضمون رو خوش داری؟ دری ریاضی. آشیانه یعنی مرکز یا محل حمایت اطفال به بضاعت یا در معرض خطر که از اثر مشکلات زندگی خود دچار مشکلات زیاد هستند و مجبور گردیدن در سن طفولیت از تعلیم و تربیت باز بانند و روی سرک کارهای شاقر انجام بدن و یا کارهای شاقر در هر محله که باشن انجام میدن و یک لقمه نان برای فامیل خود تهیه میکنن. پدر کجاست؟ پدر مرده. چرا؟ سرطان قلبی داشت. چند تا خواهر برادر هستی؟ 4 خواهر 4 برادر. خود در شرایط افغانستان اگر ببینیم وقتی یک کسی بزرگ میشه بدون سواد یا بدون کدام حرفه نمیتونن کار یا شغل خوبتر برای خود پیدا بکنن. خب مجبور هست در ادارات دولتی اگر مراجعه بکنن من حیث چوکیدار یا صفاکار در اوجا میگه. میره کار میکنه که سرک نمیره، سرک چیز نمیکنه دیگه، مکتب میره. ما خودم کالجویی میکنیم، یک روز جور هستیم دیگه روز سردرد هستیم، چی هست بی تکلیف است ما هم دیگه. درس میخوانیم، دکتر شویم، از این مادر ماری چیز نشویم دیگه، یک ذره ما خوب شدیم دیگه، ما میگه خوب شدیم چی وطن را خدمت میکنیم دیگه، کسی مریض شد دیگه دکتر میشیم خوب دیگه لایق میشیم، تو قسم میکنه دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من زهرا، متعلم صنف ششم الف مکتب لیسه لسوان بیبی خدیجه. اسم من مرزیه بنت خداداد، متعلم صنف ششم الف مکتب لیسه سوان بیبی خدیجه. 15 ساله، این صنف یافتم. تقریبا در حدود 2 سال میشه که تحت تعمیر پوشش کمیته سویدن قرار گرفته و قبلا هم که بودن مکتب جا نداشتن. مکتب بیبی خدیجه دخترایشان زیر خیمه و در زمین آور زندگی میکردن، در زیر لای و گیل و برف و در سالهای متمادی، البته در طول 7-8 سال این دخترها مثل به مشکلات زندگی میکرد. این چند سالی که آرامی شد مردم بیشترش به طرف مکتب شوق پیدا کردن و سال به سال هم نفوذ جامعه هم زیادتر میشه و نفوذ مکتب ما هم زیادتر میشه. خب چه مشکل؟ نام مکتبتون بیبی خدیجه است. میفهمید بیبی خدیجه کی بوده؟ بیبی خدیجه یک زن بسیار سرعتمند بوده، تمام دارایی خود را در راه نشر دین مقدس اسلام به مصرف رساند. بیبی خدیجه زن پیغمبر دلیلش هم این بود که حضرت بیبی خدیجه سلام الله علیها
اولین زنی بود که در راه اسلام به حضرت محمد ایمان آورد و اولین زنی بود که تمام داراییش رو فدا کرد. خب کی مشکل داره دیگه در خواندن؟ خب دوم چی؟ گروه چی؟ خب ابین چی؟ دیگه مشکل نیه؟ تو مشکل نداری؟ سوال خال میخوایم دکتر باشه دیگه. معلم شی. معلم خوب است. خلاص برو دیگه. دکتر. دکتر چی؟ دکتری که میانم کرده دوام. ما چی کارشه دیگه؟ در خودم معلومه دیگه. در خودت خوش داری چی کارشه؟ یک معلم شوی ما چی؟ بعد معلم شوی خوش در قریه خودتان شوی یا نه؟ یا مکتب بی خدیجه؟ این مکتب بی خدیجه دیگه. کمیته سویدن همونطوری که لطف کرده این مکتب برای ما جور کرده، درست کرده، یک طبقه دوم زیرم اگر جور کنه برای ما آباد بکنه، این واقعا که خدمت بزرگ برای از مردم، برای اولاد از مردم کرده باشه. و دیگه ای که این مکتب از 3 ترم به 2 ترم میشه، یک اندازه درس به صورت درست به پیش می رود. ما زنان آینده افغانستان هستیم و افغانستان را آباد خواهیم کرد. بیا مصور بیا. یا مثلا چی؟ یک کاتیتر نفرتان مریض میشین، یک نفرتان کار میکنه و یک نفر دیگه تان اسیستان هستیم. اون میستانم آماده کنید سامان لوازم تنه؟ به این خاطر که هم علاقه داشتم، هم دیدم که در وطن ما زیاد مرگ و میر مادر، سطح مرگ و میرشان زیاد است و استفلا و مادر زیادتر در همی وقت ولادت و در دوران ولادت، بعد از ولادت مرگ از بین میرن. زیاد خوش بودم که در این کورس بیایم، کورس تعقیب کنم، بخوانم و همه تشویق پدرم بود که من اینجا آمدم. شد سیدی سلستایی. و چون دیده شد که اولادهای خانگی باعث به وجود آمدن مرگ اکثریت از خانم‌ها گردید، به او خاطر تصمیم گرفته شد که چنین مکتب‌ها افتتاح شد و قابل صاحبای فارغ شدن که بتونن این مشکلات را خانم‌ها به بار میاره از بین برن. چند وقت پیش بود، پیش از اینکه من دمی کورس بیایم، دمی قابلگی در عموم منطقه اطراف بود و هیچ کدام قابله کدام دکتری نبود که همراه مادر و همراه اطفال کمک کنه. یک مادرم چون کل ولادتش در خانه میشد و بسیار از اختلالات براش پیش می آمد. ولادت‌های قبلش مشکلات بود ولی خب کس نمیفهمید. این مادر حامله دار بود و در جریان حمل خود خونریزی داشت. به مدت چند ماه و کسی هم نمیفهمید چون در اون منطقه نه دکتر بود نه قابله بود. بعد از مادر وقتی که ولادت کرد، بعد از ولادت به خاطر خونریزی زیادی که براش پیش شد متاسفانه جان خود از دست داد و طفلش هم از بین رفت. کانون رای نمی‌آوردی؟ خب اسیستانتش لطیف تو خونه قبل بچه در خانه کسی که به دنیا آمده باشه او طور نمیشه که
مسئول‌تر و تولد شده باشه، مراقبت های بعد از ولادت صحیح برش انجام نشده باشه، یا مثلا نمی واکسینایی که بعد از ولادت فوراً باید انجام شه و چیزا انجام نشده چون در خانه بودن. اما کسایی که در شفاخانه میشه دفعتاً واکسین میشن و مراقبت میشن صحیح، طفلا و صحتمندتر میباشن نسبت به طفلایی که در خانه پیدا میشن. دوا پیوایلی په دغه کوم دوا د غوسه د اساسیت نه دی ښودلی استعمال کړی دی د دوا. باید سامانالات استریل و معقم به سطح عالی که برای پروسیجر ضروری است آماده باشد. موږ سامانات باید آماده وي چې اول ډېر ضرور دستکش دی باید آماده وي او سرنجونه دی باید آماده وي، د انوي سیټ باید مکمل آماده وي او کومه کانالو ته چې موږ ضرورت وي هغه پکې موجودی وي، پکې موجوده دي شته. آمال دار مرگ و میر مادر بسیار کم شده در شفاخانه. خو ما دمی تا یک سال که تقریبا 1.5 سال که ما در شفاخانه هستم موقتا مرگ و میر مادری نداشتیم. ته تشویش مکه مورې تا مریض به انشاءالله ډېر زر ښه شي. زه اوس هغه په یو سامان باندې د ماشومې چې دی د منځه تللی دی په باطن کې په نس کې هغه زه روباسم، کوم تشویش وړ خبر نه ده. نور ډاکټران هم شته دي، زه ورته غږ کوم که کوم مشکل پیښ شي انشاءالله کوم مشکل نشته. کوم سوال که لرې کولی شي په آزادانه توګه یې د مانه وکړي. حالا چی میکنین؟ کورتاژ میکنین؟ کورتاژ کوم هیڅ کوم مشکل نشته دی او په ډېره سمه توګه باندې به تا مریض خلاص شي. کوم سوال که لرې کولی شي د مانه وکړي. مریض قبلا یادآوری گردد که ممکن باید در جریان بعضی از مراحل عملیه احساس ناراحتی نماید. اینا خواستن نیم ساعت بعد فیتال هارت ساوندشان کنترل میشه، فشارشان هر 4 ساعت بعد کنترل میشه، تمپریچرشان 2 ساعت بعد کنترل میشه. اینجا دوسیه داریم، در دوسیه درج میشه و تا زمانی که مریض تقلصاتشان زیاد شوه و اونقشان تام شوه، بعد از او به اتاق ولادت ریفر میشن و در اتاق ولادت باز مریض ولادت میکنه. اینجا اتاق است که قبل از ولادت است. اینجا بر چک علائم حیاتی و بر چک فیتال هارت ساوند مریض بستر می باشه. حالا معاینات بلاد اگزم و یورین اگزمش داده شده، از معایناتشان آوردن. مشکلش چیه؟ داخل لیبر است، تقلصات ولادی داره. برام ویلی چې ورځ په ورځ ضعیفي راځي، زوبلېږي، زه تېراسم دلته ولادت په شفاخانه کې وکښده درته زوبلېږي. خاطر که اینا مولتیپر هستن و هر قدر که مادرها زیادتر ولادت میکنن اونم قدر خطر بر ازنا زیادتر مواجه میشه. نظر به گفته دکترها میگه به شفاخانه آمدیم که اینجا سیف است، شفاخانه یعنی مسئول است. بسیار احساس خوشی دارم که یکی از این شاگردان از بین از شاگردان یکیش من باشم. یعنی بسیار دوست دارم که یک قابل ماهر فارغ شوم از این کورس و بسیار خدمت به مردم بکنم، به مادرها، به نوزادا، سطح مرگ و میر مادران پایین بیارم. مردم احساس بسیار خوشی میکنن به خاطر از اینکه قبلا مردم چون ولایتی که دورتر از شهر واقع است حتی موتر پیدا نمیشه که مادرها به شفاخانه مراجعه کنن. حتی اونا مثلا از بعض وسایل دیگه مثلا مرکب و حسب و دیگه چیزا استفاده میکنن و تا وقت شفاخانه میرسیدن جان خود از دست میدادن و فعلا مادرها و فامیلاشون احساس خوشی میکنن به خاطر از اینکه اونا توانستن که در صورت مواجه شدن به مشکل کوچک در نزدیکترین خانه خود کلینیک دارن و قابله های در دسترس دارن که میتونن مشکلشون حل کنن. این چی است؟ شما میتونید توضیح بدین؟ شما توضیح بدین که این کودکستان است که طفلایی که مادرایی که میرن در شفاخانه برای کار پرکتیکال و یا که اینجا در صنف درس میخوانن طفلایشون اینجا هستن و معلم صاحب نجیب جان است از اینا مواظبت میکنه و بعضی چیزا برشان درس میده. گفت که طفلای خرد هستن اینجا که شیر میخورن و مادرایی که طفلکایشون دیجا است و مادرایی که در صنف هستن ساعت تفریح ساعت 10 بجه یک بار میین باز اینا مواظبت میکنن شیر برشان میتن، یک بارم ساعت لنج که 12 تا 1 بجه است میین از اینا مواظبت میکنن و اینا رو شیر میتن و بعد از 1 بجه که رخصت شدن طفلای خود میگیرن میرن هاستل. باز در هاستل کسایی که شفاخانه میرفتن پرکتیکال کار میکردن اونجا کار میکنن و بعضشون شب اونجا میباشن استراحت میکنن و درس خود میخونن. اینا به اولادشون چیز کردن اینجا به دنیا و در شفاخانه و دنیا و در خانه؟ بله چند نفرشون که میجا در جریان می درس خواندن ولادت کردن در شفاخانه ولادت کردن.
بعد مدت 6 ماه در این پروگرام زنان در خدمت زنان شرکت کردم. با سرتختی دختر سرتختی یاد گرفتم. درس‌های تجارت و حقوق می‌خوانیم. در خانه کاری نداشتیم، روزگاری خوب نبود. باز امی دفترها رو شیندیم که اینجا آمده، خبر شدیم آمدیم ثبت نام کردیم. امی بیچاره ما را گرفت. وقتی که من اطلاع پیدا کردم که چنین پروگرام مثلا راه اندازی شده، بسیار علاقه‌مند شدم که من باید برم یا کاری که میکنن یا درسی که میتن باید من حتما یاد بگیرم. خیلی خوب برای ما قالین بافی والی کار میکنم. تایم کاری ما قالین بافی است. در زمان طالبان زنها حق نداشتن بیرون برن درس بخوانن. چادریا مجبور بودن در سرشان بکنن بیرون برن. دیگه حالا نسبت به خیلی خوب شده. زنها در جای کار میکنن، درس میخوانن. خیلی خوب تر شده نسبت به زمان دیگه. دوره طالبان یک دوره بود، کشتار بود دیگه. از دوست تاشش کار نمیتونستیم دیگه. نه دفتر بود، نه کار بود، نه غریبی بود. خیلی زنان وضعیتش بهتر شده از قبلا. درسته شاید بعضی جاها خیلی کم، بعضی که از روی بعضی مشکلات داشته باشن یک دفعه لط بخورن، اما تو 24 ساعت یک شخص که میتونه که لط بخوره. خب ما که هستیم مثلا در خانه زیاد کار نداریم، مثلا شاغل نیستیم. همین کورسا که شروع شد مثلا آمدیم اینجا یاد بگیریم، یک کاری به خود ما یاد بگیریم در آینده ما به درد بخوره. مثلا میتونیم سرتختی ها جور کنیم، در جای فروش به فروش برسانیم، یک سرمایه در خود ما شود. چرا که ما وقتی که یک شخص بتونه بیشتر یک شغل یاد داشته باشه، ما در پالوی که درس میخوانیم یک کار دیگه از خودم یک هنری داشته باشیم، جای افتخار است. باز میتونیم که یاد گرفتیم در خانه خود میمانیم دیگه، شاگرد میگیریم، کار میکنیم. ما خرابا خودت چرا درس نخوندی؟ اطراف دیگه دخترها نمیخوانده دیگه، تگاو دیگه دستگاو هستیم ما. نه دخترها اونجا نمیخوانه، بچه‌ها میخوانن، دخترها نمیخوانه. چرا دخترها درس نمیمانه دیگه، مردایشان نمیمانه. اطراف پس دیگه سخت گیر از مردمشان. حالی ما خود دخترها هم هرچی سختی سر ما تیر میکنیم، دخترها هم میمانیم مکتب بخوانه دیگه. انگار باید هزاران بار کبوتران پرواز کنند بر روی روزه سخی تا خوابهای زنان و دخترانی که در این فیلم برایتان حکایت شد به واقعیت بپیوندد. این فیلم بخشی از پروژه مدرسه دوقلو می باشد که مدارسی از استونیا، سوئد، انگلستان، اسلواکیا و افغانستان در آن شرکت دارند. هدف این پروژه آشنایی و درک بیشتر شماست از امکانات موجود ارتباط دوجانبه بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه.